شنوندگان عزیز، چگونه که شما میدانید امروز با تشبث کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری تاجیکستان دوی نوروزی و ماراتون ولوسپدرانی برگزار می شود. معیوبان عضو جدا نشونده جامعه هستند و مثل همه آمدند تا در چورابینی عمومی ورزشی اشتراک نمایند. طوری که میگم ورزش گروه سلامتی است. ما هم چون عضو جدا نشونده جامعه در این ماراتون ها اشتراک میکنیم و کوشش غیرت میکنیم که ما هم چون طرز حیات سالم رو پیش بریم. پرویز میگوید در چنین چورابینی‌ها اشتراک کردن با آنها روحیه میبخشد. چون که ما همه وقت در عربچه معیوبی هستیم و حرکتمون کمتر است، از این لحاظ خیلی ماراتون ها رو اشتراک کردن و بدن خود رو خون خود رو بر حرکت در آوردن بسیار فایده خود دارد. امروز بخشیده به جشن بین المللی نوروز اولین چورابینی ورزشی با پیشبری کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با مقصد تحکیم سالمی ملت و تامین ایده ملت سالم اولین شده چورابینی دوی نوروزی و ماراتون ولوسپدرانی را برگزار کردند. امروز ما نخستین شده ماراتون ولوسپدرانی و دوی نوروزی رو آغاز نمودیم که شماره بسیار زیادی خوشمندان و هوسمندان تحکیم طرز حیات سالم در اینجا جمع اومدند و این بار دیگر ما رو باور میکنند که در اصل مردم تاجیک که از ازل با احیای بازی‌های ملی ورزشی که یکی از رسم و آیین‌های جشن عید نوروز بود و از قدیم الایام اجدادان ما از با نمودهای ورزش توانستند به خاطر توانمندی، نیرومندی، جسارت، حفظ مرز و بوم خویش و احساس بلند خودشناسی با بازی‌های ملی ورزشی شوق و رغبت زیاد داشتند و نوروز به بازی‌های ورزشی و بازی‌های ملی ورزشی وجود داشته نمی‌بودند و ما کوشش کردیم که در نوروز مردم رو با تحکیم طرز حیات سالم دعوت نماییم. در این چورابینی عمومی ورزشی از تمام کارخانه و مقامات و ساختارها کارمندان و شخصان کسب و کارهای گوناگون اشتراک داشتند و معلوم گردید که آنها غیر از فعالیت در کسب و کارهای گوناگون همچنین با ورزش و سالمی نیز توجه دارند. در طول 2 سال شد که من هر روز از خانه به کارخانه 13 کیلومتر یک طرف هر روز با دوچرخه میرسم و در دوام 2 سال است که من مشغول شده هستم. همچون طبیعی گفتنی هستم که حرکت همه وقت به سلامتی اهمیت کلان دارد. اگر از نقطه نظر طب گیریم فشار خون را پس میکند، مقدار قند خون بدن را هم پس میکند، عصب را هم آرام کرده و گفته نماند که به اشیاءهای محافظتی هم باید اهمیت کلان دهیم. طبق نقشه سرآول ساعت 8 صبح ماراتون ولوسپدرانی برگزار میشد. تا آغاز چورابینی حال و وقت بود و با ما میسر گردید که با چند از اشتراکچیان صحبت داشته باشیم. محمد جان عظیموف قبلا 3 مرتبه در ماراتون ها اشتراک کرده است و سزاوار مقام اول گردیده است. 4 سال است که در این مسابقه شرکت می‌ورزم و جای اول رو اشغال می‌نمایم و امروز با تیاری جدی آمدم که در این مسابقه شرکت ورزم و جای اول رو سزاوار گردم. دانشکده تربیت جسمانی که با تربیت چمپیون‌های آینده مشغولند امروز در این چورابینی شرکت دارند و امیدوار نیز هستند که به مره از اولین‌ها شده می‌رسند. امروز در شهر دوشنبه با افتخار جشن نوروزی بین المللی دوی نوروزی و دوی ماراتونی برگزار گردیده شده است و در این چورابینی با شکوه دانشجویان دانشکده تربیت جسمانی در دوی نوروزی زیاده از 3000 اشتراک نموده ایستادند و در دوی ماراتونی باشد زیاده از 300 ولوسپدران‌ها آماده هستند برای اشتراک در این مسابقه.
سیاوش الیاسوف ورزشگر و عضو کمیته ملی پارالمپی جمهوری تاجیکستان او میگوید نابینایی صد راه مشغول شدن با ورزش نیست و باید با یک واسطه زندگی را برای خود شیرین ساخت. از این رو نیز همچون عضو جامعه با ماراتن آمده است و میخواهد اولین شده به مرا رسد. خوشبختانه امروز در انعنه جشن نوروز ما هم اجازه گرفتیم که در این ماراتن اشتراک نماییم و من با برادرم یعنی با راهبلتم در همین ماراتن دوچرخه‌رانی آماده اشتراک میکنم و دوچرخه من مخصوص دوچرخه است، یعنی تاندم نام دارد که برای نابینایان میباشد. نفر نابینا در پس نشسته و با همراه راهبلت دو نفره دوچرخه رو میرانیم. ساعت 8 صبح شد و بعد سخنرانی رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان رحمانزاده عبدالله قربانعلی و صدای تیر تپانچه سرداور نخست ماراتن ولسپیدرانی آغاز شد. ساعت 8 صبح سرابال ماراتن ولسپیدرانی برگزار شد که اشتراکچیان چورابینی علاقه سوی مرا دویدند و ما انتظار آن هستیم که پس از چند لحظه دوی نوروزی برگزار می شود و همه اشتراکچیان چگونه که شما میبینید آماده هستند برای آغاز چورابینی. خوب ما نیز منتظر می شویم و همه یک جا سوی مرا می دویم. سنت‌الله ارگاشیف دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی است و امروز با تیاری جدی آمده است تا در این چورابینی اشتراک نماید. بله، من سال گذشته در سال 2019 اشتراک کردم و سزاوار جایهای نمایان گردیدم و این سال با تیاری جدی آمده و میخوام امروز هم اشتراک کرده دوام. ما امروز خیلی خوشحال هستیم که تمام جوانان، کارمندان تمام وزارت زراعت، تشکیلات مؤسسه ها و این ماراتن دوی ملی که بخشیده به روز مبارک یعنی به جشن بین المللی نوروز برپا گردیده است، همه با یک چهره‌های کشاد با نیروی تازه و قوی و این آماده هستند که این باعث گویم سربلندانه پیشوا گرفتن جشن بهار و دوستی یعنی نوروز عالم افروز و استقبال و وحدت انسان ها در کشور میباشد. در بین دیگر نمودهای ورزش‌های عمومی دوی ملی به بحث است که روز تا روز محض بود است که اساتید اصول وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم علمان رشد کرده ایستاده است. بار دیگر این عید عجم را بر همه هموطنان عزیز تبریک میگوییم. امروز خیلی روزی خوشبختی است برای تمام جوانان شهر دوشنبه، از جمله برای کلکتیو کتابخانه ملی تاجیکستان ما در این دوی ملی اشتراک بکنیم، چون که دویدن این سالمی است. سالمی این برای هر شهروند جمهوری تاجیکستان ضروری است. ملت سالم میتواند که در جهان امروزه متمدن رشد کند و من از خوشبختانه میگویم که ملت ما بسیار ملت سالم است و ورزش رو آورده است. ببینید که در طول استقلالیت در قلمرو کشور زیاده از 3000 تالارهای ورزشی خرد و میانه بنیاد یافتند که در آنها قریب زیاده از 1 میلیون جوانان تمرین میکنند، مشق میکنند و خودشون رو رشد میدهند. امروز میبینیم همه جوانان همه با یک هوس نوروزی، همه با یک هوس تازه و مخصوصا امروز که چه یک هوای زیبای نوروزی کرده است، همه برای همین دوی نوروزی به اینجا جمع آمدند. طبق نقشه بعد آنه که ولسپیدران ها به مرا رسیدند، بعد صدای آغاز اشتراکچیان به دویدن شروع کردند. در بالا گفتیم که اشتراکچیان نه تنها ورزشگران بلکه شخصان دارای کسب و کارهای گوناگون هستند. امروز همه با روحی بالیده از خانه برون شدند تا در این دوی نوروزی و ماراتن ولسپیدرانی اشتراک نمایند. چی طبیب، چی معلم و چی حمایتگران مرز و بوم، هنرمندان و پیر و جوان آمدند. ما از قسم حربی 3502 برای دوی نوروزی آماده اشتراک نمودیم و در جای معین رو اشغال نمودیم و میخواهیم که در تاجیکستان عزیز ما هم چهاربینی ها و مسابقه های ورزشی
зиёд шава. Сараввал ҳамаи мардуми зебоманзараи Тоҷикистонро ба рӯзи дави миллӣ, яъне рӯзи 14 марки дави миллӣ аст ва ҳам иди велосипедронӣ аст. Табрику муборакбод мегӯем. ҳамаи мардумро ба зиндашавии табиат, оғози баҳори хуррамафрӯз табрику муборакбод мегӯям ва имрӯз мо ҳунармандони сарбалондонро дар ин ҷашнвора иштирок кардем, давидем. Сарбалондон ман соҳиби гӯям ки дипломи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сазовор гардидем. шумо чанд сола шуд бовуҷуд? 86 як ҳисоб. Ман 85 мучарм хубонай. Локи моҳи сафар модарам мегӯфт 15 моҳи сафар. 15 моҳи сафар як соли дигар хуш 86 таем. бовуҷон дар ин синни сол давидан мушкил нест барои шумо? Не, ман авлод нестам. шумо чанд сол шуд дар ҳамхали даво иштирок мекард, давои миллии дави наврӯзӣ? Бачаи падар, ами бача. Якм сол омад. Як сол ният кардам, касал шудам. Касал шудам, омада надонистам. Ин шоҳиди зинда. Ягон грамм, ягон ҷода ман нашидам. Якуи хеле норма. Ай норма зиёд намекунам. Инаи ҷавонат камтар даҳед. умртон дароз боша бовуҷон. Саломат боша, раҳмат. Нав айдавидан лоди. ассалому алайкум. мо ҳам хушбахтем ки имсол дар дави миллӣ ҳамроҳи ҳамаи варзишгарои ҷумҳуримон иштирок кардем. Реже маълум шуд ки ҳамам варзишгар набуданд. ҳатто аймори калонсолтаро ҳам, аймори майдатаро ҳам иштирок доштанд. дидам ки чандин мусафедон буданд. айноми ҳамаи мусафедо гуфтаниём ки набераҳои азизи бобош, раҳмат ки шумо дар ин дав моро ҳамроҳӣ кардем. мо ай шумо миннатдорем. ҳамеша соҳиби поҳи равон бошен, соҳиби дасти гиро бошен. сермомаҳак шаве бачам. баъдан бо онҳое ки аввалин шуда ба марра расидан тӯҳфаҳо пешниҳод шуд. дар ин чорабинии иштирокчиён баъд аз давидан хеле болидарӯҳ буданд, мисле ки ҷашнеҳо маросиме буд. Первый раз я сегодня участвовала в веломарафоне, соревнования уже третье, я всегда получала первое место, и сегодня тоже у меня получилось занять первое место. В дальнейшем я постараюсь еще больше усилия принимать, чтобы дальше я могла даже за границу уехать и там показать, на что способна наша страна Таджикистан. ما صبح امروز چارابینی ورزشی را در سطح بلند گذراندیم که این دوی ملی بود بخشیده به جشن نوروز. ما اشتراک کردیم در همین چارابینی. سه آموزگار ما با گرفتن دیپلم سرفراز گردیدند. ما هر روز شنبه همین چارابینی ها را در سطح بلند میگذرانیم. طول 5 سال است که به این نمودی ورزش یعنی دوچرخه‌رانی مشغول هستم. چارابینی امروزه که بخشیده به جشن نوروز گذاشته شد، در اینجا من سزاوار جای دوم شدم و میnnatdاری خود را به پیشوای ملت و این چنین به رئیس جوانان میرسانم که برای ما جوانان چنین چارابینی ها تشکیل میکند و من در این مسابقه چنانه که گفتم جای دوم گرفتم و میخواهم که بیرون از کشور یعنی که در مسابقه های آسیا اشتراک نموده سزاوار جای اول شوم و پرچم تاجیکستانی عزیزم را در دیگر دولت ها پرتو افشان کنم و بگویم که تاجیکستانی عزیز چنین با عنوان بالایقت و با استعداد دارد. دوستان عزیز، چگونه که شما شاهد هستید یک بار دیگر در دنیا معلوم شد که پیش سلامتی هیچ قدرتی دیگر نیست. از این رو با ورزش مشغول شوید. تاجیکستان با پیش! با پیش! با پیش!